آقای میخواد قاضی بره زن بگیره. اجازه خواستش اینه. اجازه خانم بده. چرا نمیذاری هیچ کس حرف بزنه؟ برای چون چی دارم نمی‌ذاری؟ از زندگیم دفاع میکنم. تمیزی که من دارم، این نظافت و باعث شده این آقا بره یه زن دیگه بگیره. شما رفتی پزشکی قانونی، با پزشکی اونجا مشاوره کردید، عنوان شده که شما درگیر بیماری هستی، باید تحت درمان باشی. خانم چرا نمیخوای بپذیری؟ شما داری از همسر من دفاع میکنی. لا اله الا الله. کسی به شما دشمنی نداره که. این دلیل میشه که شما بهش این اجازه رو بدین بره یه زن دیگه. من اجازه رو دادم الان. بحث ازدواج دوم چیز قشنگی نیست. پیشنهاد من کاری اصلا الان قانون رو گذاشتم کنارا. خب دارم تو دو تا دوست باهات صحبت میکنم. بریم از دادگاه بیرون. با هم صلح و سازش کنیم. ببین مشکل شما خیلی حاد نیست. آیا کاظمی یه زمانی رو ایشون بده، در اختیار ایشون بذار تحت درمان قرار بگیره. ایشون هم قول میده که جلسات درمانیشو حتما بره.